در مسابقه گوشتینگیری رشتون زمین که با تنتنه جشن با شکوه نوروز بین المللی بخشوده شد، عدالت کامل غلبه کرد. دو جایزه عالی کمریشش و کیا که رحیم غرمی برای پهلوان ارزنده رشتون زمین تأسیس داده بود، یکی به کلوب و دیگری به مسچاه رفت. جایزه بعدی مکافات عالی محمد صفا لایقوف که مرسدس بنز بود به وخش رفت و یک صاحبکار دیگر تحفه تأسیس نموده‌اش که مرسدس معرفی گردید در رشتون زمین باقی موند که آن را محمد مولا رجب خلیفه مال خود کرد و یک نیوه دیگر را هم برای قدرشناسی و دستگیری بانوان و شعبه بانوان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت تقدیم کردند. 5 انعام عالی، 5 شاه جایزه ارزنده در رشتون زمین بود. کاروان گوشتینگیری به ناحیه شمس‌الدین شاهین می رود. در دهه 10 بعد ناحیه پهلوانان شهرتمند تاجیکستان و ازبکستان و ایران جمع می آیند. آنجا لکسوس ایریکس و یک نیوه سال براریشش 2025 که ارزش 170,000 سومانی را دارد، غالب مسابقات را انتظار است. ترتیب برگزاری مسابقات در مرحله نهایی آن چهاربینی رشتون زمین به بسیاری ها پسند آمد. وزن 60 تا 70، 70 تا 80، 80 تا 90 و جمعی وزنی 90 که گران وزن ها را در بر می گرفت، یک ترتیب علاهیده خود را داشت که 8 گانه معلوم گردید و بدون مبالغه و نظرهای غیب و غیر و داخله آن با عدالت کامل تبدیل یافت و بهترین به مرحله اساسی رفت و انعامش را گرفت. اکنون این عنعنه را در شورآباد ما بار دیگر تقویت می دهیم. باوری داریم که حضور پهلوانان شهرتیار کشورهای دیگر با عید با شکوه نخستین گوشتینگیری ناحیه شمس‌الدین شاهین در دهه 10 بعد این ناحیه نفوذ و نصرت و جلال گوشتین اجدادی ما را دیگر باره بالا میبرد. چون گوشتین جهانی شد، ما از این افتخارمندیم و همیشه برای قدرشناسی و صمیمیت گوشتین اجدادی در عرصه جهانی و تبلیغ آن کمر همت میبندیم. با همه پهلوانان مظفریت و کامگاری آرزومندیم.